توی این روزایی که جنگ بود و هیچ کسی صدای ایران رو نمیشنید و تمام دنیا ساکت بودن، یه نفر ساکت نموند. کریستیانو رونالدو یه کاری کرد که خیلیامون و خیلیا اصلا انتظارشو نداشتن. توی یک نشست رسمی پیراهن رسمی پرتغال خودشو که امضا کرده بود به قیمت $10,000 هم ارزش داشت برای ترامپ فرستاد و ازش خواست که جنگ رو متوقف کنه. رونالدو از آمریکا خواست که از نفوذش استفاده کنه و به این جنگ پایان بده و صلح بشه. اینجاست که میگن انسانیت نه به دین ربط داره، نه به ملیت ربط داره. به بزرگ بودن طرف، به باشرف بودن طرف، به خوشقلب بودن طرف ربط داره. رونالدو به همه ما ثابت شده است. هرچی ازش بگی کم گفتی. این ستاره پرتغالی، ستاره فوتبال جهان، به افتخار رونالدو که میدونم همتون دوستش دارید. این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت خوشگلم به افتخارش بذارید.